تو قابم. اصلا همین بگی، این که دیگه بهترین ماشینه برای نمونه ایرانی ها دیگه. عاشق لکساس 2024 550 7000 مایل روشه. کیلشو داری؟ بیا تو قابم و برو کیلدشو بیار توشو نشون دیگه. چی هم من میخوای فیلم بگیری؟ برو کیلدشو بیار لطفا. ممنون از آراد عزیز که کیلدشو آورد. توشو نشون بده. 2024 با 7500 مایل. این لکساس 550 یه دونم تویوتا داره که جدید اومده، همون لند کروزاست که عین پرادوهای ایرانه، یکم کوچیک‌تره. ماشینای باحالی. این 7 نفره است، ولی اون 2 نفری که اون پشت میشینن حتما باید مشکل پا داشته باشن، یعنی پا نباید داشته باشن، چون من بعید میدونم کسی بتونه این پشت بشینه. شما تشریف بیار نشون بده. یعنی آدم نرمال بعید میدونم این پشت بتونه 2 نفر این پشت بشینه. اینجا رو نشون. اونو تازه رفت الان عقب، خیلی کوچیکه، ولی خب 7 نفر است دیگه. حالا بزرگ شد الان تا گرفتیم، کوچیک‌تر بود در دیگه. این تنها اطلاعاتیه که من راجع به این ماشین میتونم بهتون بدم. بیشتر حالا باید برم بخونم، خیلی آمادگی ویدیو نداشتم که بخوام راجعش توضیح بدم. این هستش، خیابونم نشون بده، ملت دارن رد میشن و این آمریکاست. میخوای بیا، نمیخوای نیا.